سلام عزیزان دل، دوستان همراه، امیرحسین بنی جمالی هستم و تو این قسمت میخوایم با همدیگه بریم سراغ عمل ضرب. یه یادآوری بکنیم، یه مروری بکنیم که ما اصلا چجوری با معنی و مفهوم ضرب آشنا شدیم. به کمک این یادآوری و مرور میخوایم با یه خاصیت جدیدی هم توی این عمل آشنا بشیم. پس بریم با همدیگه برای آشنایی با خاصیت پخشی و فاکتورگیری. خب گفتیم میخوایم بریم سراغ عمل ضرب و یه چیزایی از این عمل ضرب در بیاریم. من پیشنهادم اینه که بریم با یک کم هندسه قاطی کنیم ماجرا رو، یعنی یک تعبیری از ضرب پیدا کنیم که به کمک اون بتونیم با این خاصیت جدیدمون آشنا بشیم. تعبیری که من میخوام برم سراغش مساحت یه مستطیله. یعنی چی؟ این ضرب رو نگاه کنید، 23 ضرب در 56. من میگم بیایم فرض کنیم این مساحت یه مستطیلیه، یه مستطیل 23 در 56. به نظر شما میشه این مستطیل رو بشکونیم به دو تا مستطیل دیگه و در واقع این مساحتی که الان داریم، این ضربی که الان داریم 23 ضرب در 56 رو تبدیل کنیم به دو تا ضرب؟ من پیشنهادم اینه که اینجوری بشکنیم، این ضلع 56 رو بیایم یه برش بزنیم 56 و در واقع اینو اگه بشکونیمش به دو تا مستطیل میرسیم، یه مستطیل 23 در 50 و یه مستطیل 23 در 6. قبول دارید که جمع این دو تا مساحت با اون مساحت اولیه برابره؟ یعنی چی؟ یعنی اون 23 ضرب در 50 رو اگه با 23 ضرب در 6 جمع کنیم، حاصلش با 23 ضرب در 56 برابره. در واقع الان با این بازی هندسی که راه انداختیم، ما یه ضرب رو شیکوندیم و از تو دلش دو تا ضرب در آوردیم که حاصل جمع اینا با ضرب اولیه برابره. من میخوام اسم این کار رو بذارم در واقع خاصیت پخشی. چرا خاصیت پخشی؟ چون نگاه کنید انگار این ضرب در 23 که پشت پرانتز داریم پخش میشه توی پرانتز، هم تو 50 ضرب میشه، هم توی 6 ضرب میشه و در واقع پرانتز باز میشه. یه پرانتزی داشتم 50 به علاوه 6، بیرونش یه ضرب در 23. این ضرب در 23 پخش شد، پرانتز باز شد و تبدیل شد به دو تا ضرب. اسم این خاصیت همون خاصیت پخشیه و چیزیه که توی این قسمت میخوایم بیشتر باهاش آشنا بشیم. یه مثال دیگه داشته باشیم. این همون مستطیل 23 ضرب در 56، یه مستطیل 23 در 56. این دفعه بیایید از عرضش یه برش بزنیم، یعنی اون 23 رو دو تیکش کنیم، 20 و 3 و از تو دلش دو تا مستطیل در بیاریم. مستطیل‌ها چه شکلی میشن؟ مساحتاشون چی میشه؟ قبول داریم که جمع این دو تا مساحت با اون مساحت اولیه برابره، ولی مساحت‌های اینا چیه؟ یه 20 در 56 داریم، یه 3 در 56 داریم. اگه این دوتا رو با هم جمع کنیم میشه همون ضرب اولیه، همون مساحت اولیه. اینجا هم یه جورایی خاصیت پخشی رو استفاده کردیم. این دفعه دقت کنید یه پرانتزی بود 20 به علاوه 3، اون ورش یه ضرب در 56 داشتیم. مگه توی ضرب فرقی میکنه پرانتز ضرب در 56 یا 56 ضرب در پرانتز؟ یادتون هست دیگه ضرب خاصیت جابجایی داره. پس اگه اون مدلی شما پخشی داشتیم، این مدلیش هم پخشی داریم. 56 اون ور پرانتز هم باشه بازم خاصیت پخشی رو داریم. پس این 56 بیرون پرانتز پخش میشه توی پرانتز، یه بار ضرب در 20 میشه و یه بار ضرب در 3 میشه. یه مثال دیگه با هم دیگه ببینیم. میخوام این دفعه یه مستطیل بزرگتر از تو دل این در بیارم. یعنی چی؟ یعنی این 56 رو من میخوام بنویسم 60 منهای 4. اشکالی داره؟ 60 منهای 4 همون 56 دیگه. اینجا مگه خاصیت پخشی داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ این 23 ما باید ضرب در 60 بشه، 23 ما باید ضرب در 4 بشه و بعد حاصل این دوتا از هم کم بشن. از نظر هندسی این دفعه انگار یه مستطیل بزرگی داریم 23 در 60 که یه مستطیل دیگه ای ازش داره بریده میشه، برداشته میشه، کم میشه 23 در 4 و چی ازش میمونه؟ 56 در 23. یعنی من میخوام بگم این خاصیت پخشی رو فقط مال موقع‌هایی نیست که ما تو پرانتزمون جمع داشته باشیم. اگه توی پرانتزمون منها هم داشته باشیم و بیرون پرانتز یه ضرب، بازم این خاصیت پخشی وجود داره و اون ضرب بیرون پرانتز رو میتونیم پخش کنیم توی پرانتز. بریم یه مثال دیگه با هم دیگه ببینیم. اینم پخش شدن 23 ما توی این پرانتز.
تو این مثال دوباره همون مستطیل، میخوام ببینم آیا فقط با عددهای صحیح میتونم این برش‌ها رو ضلع بزنم؟ آیا این خاصیت پخشی فقط مال وقتی که عددهای طبیعی و صحیح داشته باشم یا با عددهای خورده‌دارم میتونم این کارو بکنم؟ این دفعه اون 23 مو یه برش زدم 19 و 3 3 و 7 دهم. اولا یه چک بکنید جمع این دوتا میشه همون 23. من میخوام این مستطیل رو از اینجا یه برش بزنم و بازم به 2 تا مستطیل برسم و ببینم این خاصیت پخشی مال عددهای خورده‌دارم هست. اصلا انگار به عددا ربطی نداره. مسئله مهم اینه که یه پرانتز توش جمع یا تفریق، بیرون پرانتز یه ضرب. تو این شرایط این ضرب رو میتونیم پخش کنیم تو پرانتز و به جای یه دونه ضرب 2 تا ضرب داشته باشیم. اینجا میبینید توی این مثال 56 در واقع بیرون پرانتز داره پخش میشه توی پرانتز ما و یه ضرب ما میشکنه تبدیل میشه به 2 تا ضرب. حالا سوال بعدی اینه که آیا میشه به جای 2 تا تیکه، به جای شکستن یه ضرب به 2 تا ضرب تیکه های بیشتری داشته باشیم؟ یعنی یه ضرب رو میتونیم بشکنیم و تو دلش 3 تا ضرب در بیاریم؟ بریم با هم دیگه مثال بعدی رو ببینیم. توی این یکی مثال دوباره برگشتم به همون مستطیل معروفمون 23 در 56. فقط این بار طول 56 رو 3 تیکه کردم 30 20 6 و وقتی از این 3 تا قسمت برش زدم 3 تا مستطیل در میاد. یه مستطیل 6 در 23، مستطیل بعدی 20 در 23 و مستطیل بعدی 30 در 23. در واقع ضرب اولیه‌مو این بار شیکوندم به 3 تا ضرب تبدیل کردم. بازم همون ماجرای خاصیت پخشیه. یه پرانتزی توش جمعه، بیرون پرانتز یه ضرب در 23 داریم. این ضرب در 23 پخش میشه توی پرانتز، تو هر 3 تا عدد ضرب میشه و این ضرب ما میشکنه تبدیل میشه به 3 تا ضرب. پس این خاصیت پخشی و شیکوندن ضربا فقط مال 2 تا ضرب نیست. میتونیم یه ضرب رو بشکنیم به 3 تا ضرب یا تیکه‌های بیشتر حتی. بریم سراغ جمع‌بندی این چیزایی که با هم دیگه دیدیم. من میخوام دیگه از مثال عددی در بیام و یکم کلی ماجرا رو نگاه کنم. اگه هر کدوم از این 2 تا شکل وجود داشته باشه، ما خاصیت پخشی ضرب نسبت به جمع و تفریق رو داریم. یعنی ضرب بیرون پرانتز توی اون جمع و تفریقی که توی پرانتز پخش میشه و در واقع تو بالایی اون مثلث ما ضرب میشه، تو مربع ضرب میشه مثلث ضرب در مربع. مثلث ما تو دایره هم ضرب میشه، داره پخش میشه تو پرانتز، میشه مثلث ضرب در دایره. و چون توی پرانتز بین مربع و دایره جمع بود، بین حاصل اینا جمع قرار میگیره. پایین تنها فرقش اینه که توی پرانتز حالا منها داریم ولی بازم همون اتفاق میفته. یعنی این مثلث توی مربع ضرب میشه، این مثلث توی دایره ضرب میشه مثلث ضرب در دایره. ولی خب این دفعه چون تو پرانتز بینشون منها بود، بین حاصلاشون هم منها قرار میگیره. بریم یه استراحتی بکنیم برگردیم. خب حالا که با این فرایند شیکوندن یک ضرب و تبدیل اون به 2-3 تا ضرب دیگه آشنا شدیم، بیایم ببینیم این پروسه رو میشه برعکسش کرد. یعنی چی؟ یعنی اگه 2-3 تا ضرب داشته باشیم میتونیم اینا رو به هم بچسبونیم و از تو دلش یه دونه ضرب در بیاریم. بریم سراغ مثال بعدی ببینیم این کار شدنیه یا نه. توی این مثال میخوایم اینو با هم تمرین کنیم که 2-3 تا ضرب داشته باشیم. حالا با 2 تا شروع میکنیم برای سادهش و بعد ببینیم تو چه شرایطی این 2 تا ضرب اگه به هم بچسبن از تو دلش یه ضرب در میاد. همینطور که داریم این مثالا رو با هم میریم جلو، شما گوشه ذهنتون به این فکر کنید آیا همیشه این کار شدنیه؟ تو چه شرایطی میشه و که یا نمیشه چنین کاری بکنیم؟ مثال اولمون قراره این مسیر رو بریم، چسبوندن چند تا ضرب و تبدیل اونها به یه ضرب. فرض کنید 2 تا ضرب داریم که من بازم دارم از اون ایده مساحت مستطیل برای نشون دادن ضرب‌ها استفاده میکنم. ضرب اولم 5 ضرب در 7، براش یه مستطیل کشیدم 5 در 7. ضرب دومم 5 ضرب در 13، براش یه مستطیل کشیدم 5 در 13. آیا میتونم با چسبوندن این 2 تا ضرب به یه ضربی برسم که حاصلش با این حاصل جمع برابر باشه؟ فکر کنم این شکل کمک میکنه که الان خودتون هم جواب بدید. آره میشه. چون این ضلع مشترکشون 5، اگه من اینا رو به هم دیگه بچسبونم از کنار هم قرار گرفتن این 2 تا مستطیل یه مستطیلی به دست میاد که مساحتش برابر با جمع اون 2 تا مستطیله.
یعنی یه ضربی به دست میاد که برابر با حاصل جمع 5 ضرب در 7 به علاوه 5 ضرب در 13. عرضمون که هنوز 5 وقتی اینا رو به هم چسبوندیم. طولمون چقدر شد؟ یه 7 تا یه 13 تا. پس طولمون میشه 7 به علاوه 13 یا همون 20. پس اون دو تا ضرب به هم چسبیدن، تبدیل شد به یه ضرب. 5 ضرب در 20. حالا به این کار چی میگیم؟ اگه اسم اون کار رو گذاشتیم پخشی، یعنی اون یه ضرب رو میشکوندیم به 2 تا ضرب، اون عدد پشت پرانتز رو پخش میکردیم توی پرانتز، این دفعه داریم این ماجرا رو برعکسش میکنیم. یعنی من نگاه کردم دیدم این ضرب در 5 داره، اون هم ضرب در 5 داره. پس انگار اینجا یه پخشی انجام شده. در اصطلاح مسیر رو برعکس رفتیم و میگیم از این ضرب در 5 مشترکشون فاکتور گرفتیم و تبدیلش کردیم به حالت قبل از پخش شدن. 5 ضرب در 7 به علاوه 13. این همون خاصیته. در واقع خاصیت پخشی و خاصیت فاکتورگیری 2 تا خاصیت جدا نیستن. یه تساویه که ما کدوم رو به کدوم تبدیل کنیم اسمای مختلفی داره. بعضی موقع اون عدد بیرون پرانتز رو پخش میکنیم، پرانتز باز میشه، یه ضربمون میشه 2 تا ضرب، 3 تا ضرب. بعضی موقع مسیر رو برعکس میریم، یه عامل مشترک و فاکتور میگیریم میرسونیمش به قبل از حالت پخش شدن، اون عامل مشترک میره بیرون پرانتز، چند تا ضربمون میچسبه به هم میشه یه ضرب، به این میگیم فاکتور گرفتم. ولی در واقع ما یک خاصیتی داریم به نام خاصیت پخش شدن ضرب نسبت به جمع و تفریق. اینکه تو کدوم جهت داریم اینو استفاده میکنیم ممکنه اسمای مختلفی بشنوید، پخش کردیم، فاکتور گرفتیم، ولی در اصل یک خاصیت در ریاضی. بریم سراغ مثال بعدیمون. ببینیم اینا رو میشد مثلا یه جور دیگه ای به هم چسبون. این دفعه این 2 تا مستطیل رو در نظر بگیرید. 5 در 7 15 در 7. این دفعه اون ضلع مشترکه 7. یعنی اینا رو یه جورایی عمودی میخوام به هم دیگه بچسبونم و شدنیه دیگه. اینا رو که به هم میچسبونم یه مستطیلی دارم که هنوزم یه ضلعش 7 ولی اون یکی ضلعش میشه 5 به علاوه 15. اون یکی ضلعش میشه 20. بازم اگه دقت کنید ما 2 تا ضرب در 7 داشتیم. 5 ضرب در 7 15 ضرب در 7 و از این ضرب در 7 مشترکمون فاکتور گرفتیم، آوردیم گذاشتیمش بیرون پرانتز و توی پرانتز اون 2 تا عدد دیگه چسبیدن به هم 5 و 15 شد 20 ضرب در 7. یادتونه اول اسلایدا گفتم که به این فکر کنید که آیا این کار همیشه میشه کرد؟ بریم ببینیم تو مثال بعدی هم میتونید این کار رو انجام بدید. شما آزادید. اگه میخواید از عرض به هم بچسبونید این 2 تا رو، اگه میخواید از طول به هم بچسبونید. فقط سوال من اینه که آیا شدنیه چنین کاری؟ این دفعه 2 تا مستطیل دارم، 5 در 7، اون یکی هم 11 در 13. حالا شما میتونید این 2 تا رو به هم بچسبونید و از تو دلش یه مستطیل در بیارید. یعنی این 2 تا ضرب رو با هم بچسبونید، به هم ترکیب کنید و با یک ضرب حاصلی برابر با جمع این 2 تا به من بگید. فکر کنم قبول دارید که نمیتونید، نه از طول نه از عرض. اینا اون ضلع مشترکه رو ندارن که بشه اینا رو به هم چسبوند و تبدیلش کرد به یه مستطیل. این 2 تا ضرب رو تبدیل کرد به یه ضرب. و در واقع توی همچین سوالی تنها راهی که داریم اینه که این 2 تا ضرب رو حساب کنیم و حاصلاشو با هم جمع کنیم. هیچ راه موازی براش وجود نداره. هیچ مستطیل معادلی نیست که جوابش برابر با جمع این 2 تا باشه. اینجا تنها راه من اینه که ضربا رو حساب کنم، چون اون شرایطی که دنبالشم برقرار نیست، اون عدد مشترک رو ندارم. میشه 35 به علاوه 143 مساوی با 178. بریم یه استراحتی کنیم و برگردیم. خب بیایید این حرفایی که در مورد فاکتورگیری و برعکس کردن مسیر پخشی با هم دیگه زدیم و یکم مرور کنیم، یه جمع‌بندی کنیم با یه مثال کلی. یعنی در واقع دیگه عدد ننویسم، مثلث و مربع و دایره بذارم، ببینیم جمع‌بندی این حرفامون چی میشه. فرض کنید یه همچین ضربایی رو به ما دادن. این شرایطیه که میشه این 2 تا ضرب، چه اون بالایی چه پایینی، رو با هم یکی کرد. یعنی اینجا شرایطیه که ما شرایط فاکتورگیری رو داریم. چرا این شرایط رو داریم؟ چرا اگه دقت کنید تو بالایی جفت اونا ضرب در مثلث دارن، یه عدد مشترکی برای ضربشون وجود داره. تو پایینی هم جفتشون ضرب در مثلث دارن.
تنها فرقش اینه که بالایی بین اون دو تا ضرب جمعه، پایینی منهاست. این تأثیری ایجاد نمیکنه، مشکلی ایجاد نمیکنه. یعنی اگه بین دو تا ضرب ما جمع و منها بود هیچ اشکالی نداره. چیزی که برام مهمه اینه که یک عدد مشترکی برای فاکتور گرفتن وجود داشته باشه. یعنی چی؟ وقتی من تو این دو تا ضرب نگاه میکنم و جفت اینا این ضرب در مثلث رو دارن، پیش خودم یه لحظه میتونم اینجوری فکر کنم آقا اینجا یه پخشی انجام شده. یعنی چند دقیقه پیش یه پرانتزی بوده و یه ضرب در مثلثی پشت این پرانتزه بوده و بعد پخش شده و این ضربه به وجود اومده. پس با این حساب این ضرب در مثلث رو میذارم بیرون پرانتز. حالا با خودم اینجوری فکر میکنم توی اون پرانتز چی باید بنویسم که وقتی این ضرب در مثلث پخش میشه به این عبارت برسم. قبول داری؟ خب یه مربع رو که باید داشته باشیم، دایره رو هم که باید داشته باشیم، بینشون هم باید عمل جمع رو داشته باشیم. در واقع اگه از اون دو تا ضرب اول از ضرب در مثلث فاکتور بگیریم به این عبارت میرسیم. توی پایینی چه اتفاقی میفته؟ بازم اون ضرب در مثلث مشترک رو داریم، پس میتونیم فاکتور بگیریم. از ضرب در مثلث فاکتور میگیریم، میذاریمش بیرون پرانتز. حالا کار چجوری کامل میشه؟ توی پرانتز رو کامل کنیم. توی پرانتز همیشه این سوال از خودتون بپرسید من چی باید بنویسم که اگه عبارت سمت راست اون ضرب در مثلث رو توی پرانتز پخش کنی این دو تا سمت چپی ها ساخته بشه. یعنی معمولا موقع فاکتور گیری ما انگار تو ذهنمون دقیقاً داریم مسیر پخشی رو برعکس میریم و این خیلی برام مهمه. حتی وقتی که ما یه فاکتور میگیریم من پیشنهادم به شما اینه حتما یه چکی بکنید، حتی ذهنی هم شده یه بار اون پخشی رو انجام بدید ببینید به همون عبارتی که میخواید میرسید یا نه. اینجوری مطمئن میشید که درست فاکتور گرفتید یا نه. خب از این ضرب در مثلثمون فاکتور گرفتیم، توی پرانتز یه مربع میخوایم، یه دایره میخوایم و بین این دوتا این وسط چه علامتی بود؟ منها. پس بین اون دوتا باید علامت منها باشه. بریم سراغ یه تمرین، با هم یه تمرین حل کنیم ببینیم حرفایی که زدیم کمکمون کرده بتونیم یه همچین سوالی رو حل کنیم یا نه. پیشنهاد من اینه اینجا یه مکس کوچولو بدید و ببینید میتونید این سوال رو حل کنید. سوال چی میگه؟ میگه سعی کنید این حاصل ضربا رو ذهنی حساب کنید. شما این کارو بکنید، اول یه بار تو ذهنتون حساب کنید، بعد برای خودتون بنویسید که تو ذهنتون چه مسیری رو طی کردید تا حاصل این دوتا ضرب رو حساب کنید. سعی کنید تا جای ممکن از قلم و کاغذ موقع حساب کردن کمتر استفاده کنید، ولی وقتی به حاصل رسیدید برای نوشتن مسیری که تو ذهنتون طی کردید برگردید و بنویسید. اونجا اشکال نداره از قلم کاغذ استفاده کنید. وقتی به جواب رسیدید ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینید. توی ضرب اول 1002 ضرب در 24. اصلا یه لحظه بیایید بی خیال همه این ماجرای خاصیت پخشی و اینا بشیم. معنی و مفهوم ضرب برای ما چیه؟ ما ضرب رو چجوری یاد گرفتیم همون روز اول؟ مگه غیر از این بود که 1002 ضرب در 24 برای ما معنیش چی بود؟ 1002 تا دسته 24 تایی. 1002 تا 24 که دارن با هم جمع میشن. من میگم خب اینو یه لحظه تو ذهنم میشکونم. به جای اینکه بگم 1002 تا دسته 24 تایی میگم 1000 تا دسته 24 تایی با 2 تا دسته 24 تایی کنارش. 1000 تا دسته 24 تایی ذهنی حساب کردنش خیلی راحته. چی میشه؟ 1000 ضرب در 24 24000. 2 تا دسته 24 تایی هم کار سختی نیست، 48 تا. پس الان من میتونم جواب این ضرب رو ذهنی بدم. یه 24000 یه 48. 24048. در واقع این حرفایی که با هم الان زدیم و در واقع رجوع کردیم، ارجاع دادیم به مفهوم ضرب، همون چیزیه که حالا یکم با کلاستر اسمشو گذاشتیم خاصیت پخشی. من میام اون 1002 رو میبینم 1000 به علاوه 2 ضرب در 24. یه پرانتزی توش جمعه، پشتش یه ضرب در 24 داره. این شرایطیه که خاصیت پخشی وجود داره. اون ضرب در 24 رو میتونی پخش کنی توی پرانتز. 24 ضرب در 1000، 24 ضرب در 2. 24000 به علاوه 48. 24048. توی سوال دوم، توی ضرب دوم راه حل شما چی بود؟ بذارید من یه حدسی بزنم. من راه حل بعضیاتون رو میتونم حدس بزنم. گفته 99 ضرب در 7 و خیلی از شما ممکنه بگید خب 90 ضرب در 7، 9 ضرب در 7. فقط من یکم مشکل دارم. به نظرم این یکم برای ذهنی حل کردن سخته. 90 ضرب در 7 به علاوه 9 ضرب در 7. من قبول دارم مثلا اون نوشتنی که ما انجام میدیم و ضرب انجام میدیم دقیقاً همین کارو میکنیم. 7 رو ضرب در 9 میکنیم، 7 رو ضرب در 90 میکنیم، جواب این دوتا رو با هم جمع میکنیم.
ولی به نظرم ذهنی انجام دادنش یکم سخته. نه اینکه غلط باشه، درسته. بذار ببینیم ذهنی میشه راحت ترین ضرب رو پیدا کرد حاصلشو. من میام این 99 ضرب در 7 و این 99 تا دسته هفتایی رو تو ذهنم اینجوری میبینم 100 تا دسته هفتایی. حالا یه دونه از اون دسته های هفتایی رو باید ازش کم کنم. در واقع این 99 رو تو ذهن خودم 100 منهای 1 دیدم. بازم اینجام خاصیت پخشی دارم. بیرون پرانتز یه ضرب در 7، توی پرانتزم یه منها. این شرایطی که خاصیت پخشی برقراره. اون ضرب در 7 رو پخش میکنم تو پرانتز. 7 ضرب در 100 منهای 7 ضرب در 1. 100 تا دسته هفتایی منهای یه دونه دسته هفتایی تا بشه اون 99 تا دسته هفتایی. 700 منهای 7 693. به نظرم اینجوری ذهنی حساب کردنش راحت تر بود. تمرین دوم، صورت سوال چی میگه؟ میگه حاصل ضرب‌های زیر را با کمترین محاسبات به دست بیارید. یعنی سعی کنید با کوتاه‌ترین راه. چرا اینو میگه؟ چون ممکنه تو بگی آقا من میخوام الان همینو حل کنم. کی میتونه جلوی تو رو بگیره؟ کی میتونه بگه اشتباه داری میکنی؟ نه، کار درستیه. اولویت‌ها هم که یاد گرفتیم. بری 679 ضرب در 41 کنی، البته دردسر. بعد 679 ضرب در 53 کنی، یه دردسر دیگه. 679 ضرب در 6 کنی، یه دردسر یکم کمتر. بعد جواب این سه تا رو با هم جمع کنی. اینجوری هم میشه حاصل این عبارت رو پیدا کرد. ولی آیا راه ساده تری که محاسبات کمتری داشته باشم داره؟ یه نگاه بکنی. من وقتی داشتم این ضربه رو برای شما میخوندم یه چیزی توجهمو جمع کرد. 679 ضربه تو همشون بود. یعنی اینجا ضرب در 679 داریم، اونجام داریم، اونجام داریم. یعنی یه لحظه میتونم پیش خودم اینجوری فکر کنم یه پخشی اینجا انجام شده. یعنی چند دقیقه قبل یه پرانتزی بوده، یه ضرب در 679 پشتش بوده. بعد که پخش شده این سه تا تیکه ساخته شدن. یعنی این یه ضربی بوده که وقتی سه تا تیکه شده تبدیل شده به این سه تا ضرب. پس اینجا میتونیم از این 679 که ضرب مشترک این سه تاست فاکتور بگیریم، بیاد بیرون پرانتز. حالا سوال اینه توی پرانتز چی باید بنویسم؟ گفتیم اینجور موقعا مسیر رو برعکس میریم. چی بنویسیم که بعد از پخشی دقیقاً این سه تا تولید بشه؟ این ضرب در 679 شو که داریم، نوشتیم، فاکتور گرفتیم پشت پرانتز. چی برامون مونده؟ یه 41 به علاوه 53 به علاوه 6. الان یه لحظه ذهنی این ضرب بیرون پرانتز رو توی پرانتز پخش کنید. قبول دارید این سه تا ساخته میشه؟ اگه آره یعنی درست فاکتور گرفتیم. من به نظرم الان حساب کتابمون راحت تره. به جای اینکه سه تا ضرب گنده انجام بدم، یه پرانتزی دارم، بیایید اون رو حل کنیم با هم دیگه. 41 و 53 میشه 94. با اون 6 تا میشه 100 تا. اصلا ضربم راحت شد. الان شد 679 ضرب در 100. یعنی جوابم میشه 67900. به جای اون همه محاسبات پیچیده‌ای که از اول میتونستیم انجام بدیم، به کمک این فاکتورگیری با یه محاسبات کمتر و راحت‌تری تونستیم حاصل همون عبارت رو حساب کنیم. اینجاست که در واقع خاصیت پخشی به ما این قدرت عمل رو میده. این که ما میدونیم این دوتا با هم برابرن، این قدرت عمل رو به هم میده که انتخاب کنم. یه جایی حالت پخش شده برامون بهتره، خب از این استفاده میکنیم. یه جایی حالت فاکتور گرفته شده برامون بهتره، از اون استفاده میکنیم. اون چیزی که به ما این آزادی عمل میده که بدونیم این دوتا با هم برابرن و هر جایی که برامون بهتره، اونی که برامون راحت تره و به همون تو حل اون سوال کمک میکنه رو استفاده کنیم. بریم یه دونه مثال دیگه، مثال آخر این قسمت رو با هم دیگه حل کنیم. بازم یه عبارتی داده شده و از ما میخوان که حاصل اینو با محاسبات کمتری انجام بدیم. راه حل اول به نظر خیلی ساده نیست. 2 تا ضرب 3 رقمی بعد انجام بدیم، جواباشو منهای هم کنیم. ولی خوب که نگاه میکنم جفت اینا ضرب در 111 دارن. پس میشه از اون ضرب در 111 فاکتور گرفت و توی پرانتز 728 منهای 722. الان قبول دارید اون سمت راستی رو پخش کنیم میشه همین سمت چپی. پس این دوتا با هم برابرن. انتخاب من تو این سوال سمت راستی است، چون به نظرم محاسبات راحت‌تری داره. 728 منهای 722 میشه 6. 6 ضرب در 111 هم که میشه 666. امیدوارم که توی این قسمت به کمک این تمرین‌ها و این مثال‌ها تونسته باشیم با خاصیت پخشی آشنا بشیم. البته این شروع کاره. یعنی چی شروع کاره؟ ما 2 قسمت دیگه هم در مورد خاصیت پخشی خواهیم داشت و توی اون 2 تا قسمت سعی می‌کنیم بریم سراغ حل مسئله، تمرین، سوال
که ببینیم کاربرد این توی حل مسئله ها چجوریه. توی این قسمت 2 تا تمرین با هم دیگه حل کردیم، ولی تمرین حل کردن بیشتر، کاربرد بیشتر و مسئله های بیشتر تو 2 قسمت بعدی که در مورد خاصیت پخشی بیشتر با هم صحبت میکنیم. مواظب خودتون خیلی باشید. فعلا خداحافظ. 3 2 1 بفرمایید. کرینو بگی. خیلی متشکر. بچه‌ها کات کنید. ممنون. خیلی ممنون. پس شما در